اینجوریه. ایران ساسانی شکست نخورد به اون صورت از بیزانتین، با پرجا بود 20 سال دیگه. در ایران کودتا شد. خسرو پرویز رو خود ناجوان و به اعتقاد من شهرورز یعنی سهیم بود، خودش به هر حال این ایده ای که خودش آدم مهمی است رو داشت. یه سردار نظامی که به هر حال سودای تخت خسرو بود. من فروپاشی دولت ساسانی نه تنها به خاطر این کودتا هاست بلکه به خاطر نظامی شدن ایران. چرا من اینو میگم؟ آقای ابرهارد زاور و دوستانش به تازگی کتابی چند سال پیش چاپ کردن راجع به دژهای میلیتار یا ارتشی ایران. خیلی جالبه. آدم نگاه میکنه چرا این همه دژ هست؟ بعضی دژ اینقدر بزرگه اصلا عجیب غریبه. و شما میتونید با نگاه از دوربین از هوا اریال شما چیز سکنا دادن ارتش جایی که میخوابیدن خیلی شبیه بود، اینقدر شبیه هست شما میبینید. چرا ناگهان شما این همه دژ میبینید از قرنشون؟ این بستگی به رفرم خسرو انوشیروان داره که ارتش رو به جای یک ایران سپاه به 4 ایران سپاه میکنه. بعد دیگه اسواران هستند، میلیتار خیلی چی میگن تعداد زیاد میشه، قدرت های اینها زیادتر میشن. خیلی از افرادی که وارد ارتش میشن قبایلی هستن از خود فلات ایران و غیره که دیلمیان و غیره که زیاد به فره شاهی و ایده ایران شهر و این هم لازم نیست که واقعا پایبند باشن، به غیر از اون ژنرال یا اون اسپاه بدی که اونجا دارن. بهرام مهران، بهرام چوبین، بعد شهرورات، بعد این آغاز این فنومن به نام چیزی که رومیا میگن برکس امپرر، یعنی هر امپراتوری تو قرن سوم یه دونه ارتش داشت. بعد میمن یه روز بعضی وقتا امپراتورشون میکشتنش و یکی دیگه میمن. من درست اینو در آخر دوره ساسانی